این وظیفه بر عهده 3 یا 4 فروند هواپیمای سوخترسان KC-10 نیروی هوایی آمریکا بود که احتمالاً از پایگاه‌های هوایی این نیرو در اروپا به پرواز درآمده بودند. مدت زمان کل سوختگیری هوایی به دلیل تعداد بالای بمب‌افکن‌ها و همچنین میزان سوخت مورد نیازشون بین 20 الی 30 دقیقه برای هر بمب‌افکنه که مجموعاً بین 1 تا 1 ساعت و نیم زمان برای کامل شدن این فرایند نیاز بوده. بعد از مرحله اول سوختگیری هوایی بیدوها از مسیر جنوب اروپا و شمال قاره آفریقا دقیقاً با پرواز از روی آبهای بین المللی و با کمترین نقض حریم هوایی کشورها خودشون رو به شرق دریای مدیترانه رسوندن و مرحله دوم سوختگیری هوایی رو با ورود به آسمان خاورمیانه شروع کردند. در مرحله دوم سوختگیری هوایی مثل مرحله اول از سوخترسان‌های KC-10 استفاده شد و به دلیل زمان نسبتاً زیادی که برای این فرایند نیاز بود، بیدوها مجبور بودن بر فراز آسمان اسرائیل، لبنان، سوریه و عراق این عملیات رو انجام بدن. البته هیچ مشکلی برای این کار وجود نداشت، چون اسرائیل که در این عملیات کاملا با آمریکا همکاری میکرد و سوریه و لبنان هم که هیچ پدافند و یا نیروی هوایی در اختیار نداشتند، عراق هم که کل نیروی هوایی و پدافند نچندان مهمش کاملا در اختیار نیروهای ارتش آمریکا بود. از طرفی در طول تمام این مسیر چندین پایگاه آمریکا هم وجود داشتن که میشد در صورت نیاز از اونها برای پشتیبانی از بمب‌افکن‌های بیدو استفاده کرد. حالا نوبت ملحق شدن تیم اسکورت به بیدوها بود، جنگنده هایی که وظیفه اسکورت و دفاع در صورت نیاز و همچنین انجام عملیات جنگ الکترونیک، فریب و یا از کار انداختن رادارهای ایران رو بر عهده داشتند، شامل 10 ها فروند F-22 و F-35 می شدند. F-35 های A از پایگاه العدید قطر و پایگاه از زفره امارات به پرواز در آمدن. همچنین احتمال این وجود داره که تعدادی از F-35 های A از پایگاه های انجرلیک ترکیه و یا از عربستان و حتی کویت و بحرین هم در این عملیات شرکت کرده باشند. طبق شایعات F-35 های 30 نیروی دریایی آمریکا هم که بر روی ناو هواپیمابر این کشور که در عمان لنگر انداخته بود مستقر بودن هم در این عملیات شرکت کردند. همچنین جنگنده های F-22 رپتور هم که در پایگاه العدید قطر مستقر بودن هم برای نبردهای هوایی احتمالی به تیم اسکورت ملحق شدند.